سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. میریم برای حل تمرین صفحه 10 کتاب ریاضی 3 و درس میشه درس اول از فصل 1. سوال اولتون ازتون خواسته نمودار تابع زیر رو، یعنی نمودار تابع الف و ب رو به دست بیارید و در ادامه دامنه و برد اونها رو مشخص کنید. بحثی که همیشه به شما تدریس میشه توی بحث تابع درجه 3 رو ما یک مرور کلی در موردش داشته باشیم، نکاتش رو بگیم. گفتیم هر تابعی که در اصل به فرم fx مساوی با ax به توان 3 به علاوه bx به علاوه cx به علاوه d رو یک تابع درجه سوم بهش میگن. و نکته‌ای که توی تابع درجه سوم ما یاد گرفتیم اینه که دامنه تابع درجه 3 r هست و برد تابع درجه 3 هم r هستش. و از طرفی در خصوص شکل تابع درجه 3 ما یاد گرفتیم که تابع درجه 3 یک تابع به این شکل هست که از این سمت شروع میشه و به این شکل میاد پایین. اتفاقی که در مورد تابع درجه 3 میفته، شاید بهتر باشه که من بهتر رسم کنم این تابع رو. به این شکل رسم میشه. تابع درجه 3 رو اصطلاحاً تابع لور هم بهش میگن و نکته‌ای که باید در نظر بگیریم توی تابع درجه 3 مقدار آ هیچ وقت نمیتونه صفر باشه، چون دیگه وقت از تابع درجه 3 بودنش خارج میشه. و کتاب درسی شما لزوما تابع y مساوی با x3 رو بیشتر مورد بررسی قرار میده تا حالا موارد دیگه. خب برای حل سوال 1 اولین نکته که نیاز داشتیم شناسایی تابع درجه سوم بود و دومین نکته که نیاز داریم انتقال هایی که شما سالهای گذشته خوندید. توی بحث انتقال به شکل حالا جمع یا تفریق ما گفتیم اگر عددی داخل پرانتز باشه، به این شکل مطرح کردیم است. اگر عددی داخل پرانتز باشه متعلق به محور x ها و اگر عددی خارج از پرانتز باشه متعلق به محور y هاست. دقت هم میکنید منظور از داخل پرانتز یعنی به این شکل داخل پرانتز و به توان 3 باشه، نه اینکه باشه x منهای 1. به این شکل توجه کنید، به این فرمت توجه کنید. خب وقتی میگیم منفی 1 برای محور x هاست، یعنی من توی محور x ها وقتی قرار میگیرم محور x های من هستش دیگه. وقتی قرار میگیرم مقدار ریشه رو محاسبه میکنم. منظور از مقدار ریشه یعنی x منهای 1 مساوی با 0، یعنی x مساوی با 1 رو محاسبه میکنم و به این معنا هستش که من یک واحد به سمت جلو حرکت میکنم. اینم یک واحد. یا به عبارتی میتونیم بگیم که x به طور کلی در اصل آدم نیست، هر عددی رو به شما بهش بدین عکسش رو عمل میکنه. اینجا الان منفی که ما یه دونه میبریم به سمت مثبت محور x، اما y نه. وقتی نمیشه منفی 1 پس منم منفی 1 میام پایین. این عبارتی که برای محور x ها و اینه برای محور y ها. این نقطه رو پیدا میکنم. این نقطه دقیقا میشه چی؟ نه، این نقطه همین نقطه است که در اصل تابع درجه 3 من ازش عبور میکنه. خب ببینید بچه ها، من الان میتونم تابع درجه 3 رو به این شکل من رسم کنم. مرکزش اینجاست و از این دو تا نقطه منفی 2 و 2 نیز باید عبور کنم. حالا اینجا منفی 2 من باشه و بعد از اینجا بگذرم به این شکل که حالا دقیق تر شکل شما رسم بشه. و اما در مورد این شکل خب من باید ابتدا مشخص کنم که عددی که داخل پرانتزه برای کی هستش. خب میدونیم که برای x، بنابراین گفتیم مثل ریشه عمل میکنه. اگر مثبته من به سمت منفی ها حرکت میکنم، پس چون مثبت 2 من توی محور x ها چون مال x دو تا به سمت منفی 2 حرکت میکنم و از اونجایی که میدونم منفی 2 برای محور y هاست، کاری که میکنم منفی 2 تا هم به سمت پایین حرکت میکنم. وقتی نقطه‌شو پیدا کنم دقیقاً اتفاقی که برای و کافیه از این سمت و از این سمت تابع لورم رو رسم کنم و